دوستان، من یه بحث جدید برای شما آوردم. تو مطالعات و قواعد یه ذره با اون چه که شما فکر میکنید عوض شده و متفاوته. اونم به خاطر این هست که تو جاهای مختلف میرم بر اساس نیاز مطلب رو گردآوری میکنم. زنای موفق و کارآفرین در دنیا 10 تا خصوصیت دارن. این 10 تا خصوصیت رو اول برای شما آوردم. شماره 1: آنگلا مرکل 11.5 میلیون دلار ثروت داره. WZB برلین ساینس سوسایتی مرکز علوم اجتماعی برلین رو بهداشت کرده. آنگلا مرکل توسط مجله اشپیگل که در وسط میبینید اولین خصوصیت یک زن کارآفرین رو داره، کریتیو، خلاقیت. ایشون برای هر مشکلی یک راهکار داره. اولین خصوصیت زنان کارآفرین، خلاقن. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که بنیانگذار مرکز WZB هست که شما در بالا وسط صفحه آرمش رو میبینید، یعنی بنیانگذار مرکز زنان خلاق آلمانه، برلین. معتقد زن کارآفرین کسی است که خلاق باشه، هر روز یه ایده داشته باشه، اگه هر روز نداره در سال داشته باشه. کسب و کارهای امروز در دنیا موفق هستن که با خودشون تغییر رو یدک بکشن و این رو اشپیگل که در وسط صفحه میبینی با عنوان زن کارآفرین از ایشون نام میبره، نه صدراعظم آلمان. امروز خانم آنگلا مرکل دیگه صدراعظم آلمان نیست، یک کارآفرین با 11.5 میلیون دلار هست که شما سمت راست از بالا ثروت ایشون رو تو اون خطوط میبینید که نوشته شده و این فرد به عنوان یک فرد مؤسس در خلاقیت هست، یعنی هر مشکل رو حل میکنه وگرنه نق زدن کاری نداره. وضع مملکت خرابه، پول نیست، مشتری نیست، اینا همه بلدیم. کسانی میتونن آنگلا مرکل باشن که برای جایی که میگن پول نیست، مشتری نیست، راهکار پیدا کنن، کانال بزنن. دوم زن خلاق ما خانم ورگا هستش، ورگارا. ایشون یک هنرپیشه و مدل هست. اصل دوم در زنان خلاق حرفه‌ای‌گریه. ثروت ایشون 37 میلیون دلاره. میگن آدمای حرفه‌ای تو کسب و کارشون 10 تا خصوصیت دارن. حالا میخواد کسب و کارش اسمی باشه، کسب و کار خرد باشه یا کسب و کارش بزرگ باشه، این 10 تا خصوصیت رو دارن. اول، کسب و کارشون رو میسازن، سازندن. دنبال این هستن که از یک دفتر کوچیک شروع کنن به یک کارخونه برسن. دوم، دنبال تصویر حرفه‌ای میگردن و همیشه هم دنبال کار حرفه‌ای هستن. هیچ وقت غر نمیزنن نیرو نیست، هیچ وقت غر نمیزنن پول نداریم، مشکلات داریم. آدم هایی که طبق فرموده استاد سابق که قبل از من بودن بیان شیوایی داشتن که کسانی که غر میزنن تو هم اقیانوس قرمزن، خورده میشن. حالا یا امروز دیگران میخورنشون یا خودشون میخورن. اصل سوم، مهمترین اصل از 10 خصوصیت انسانهای حرفه‌ای تو کسب و کاره، ابتکار عمل دارن. همچنان که شما سمت راست میبینید در پاورپوینت، ابتکار عملشون قویه. اصل چهارم که بسیار هم مهمه، عادتهای مثبتشون رو تکرار میکنند، نه عادت بکنن. خیلی از ما کارمند کسب و کاریم. کارمندای کسب و کار کارمندن، کاریش نمیشه کرد. مثلا خانومی کسب و کار داره، میگه من مایی 100 میلیون تومان دارم در میارم، مالیات در رفته، بیمه در رفته، پول پرسنل داره، پول جا دادم، اجاره دادم، پول مواد اولیه دادم، برای من 20-25 میلیون میمونه. شما همین الان پاشید برید تو اداره ثبت احوال، یک کارشناس درجه 1 اداره ثبت احوال تو تهران که شناسنامه مرده رو باطل میکنه، شناسنامه زنده رو صادر میکنه، ساعت 3-4 بعد از اونم میره خونه، مایی 25 تومان داره میگیره، هیچ تفاوتی با شما نداره.
این هم بگیر باگیر شما رو نداره. خیلی از ما کارمند کسب و کاریم. یعنی شما قبول میکنی از صبح پاشی بری کسب و کاری رو اداره بکنی، مالیات و بیمه و اجاره و همه چی در 20-25 برات بمونه. خب کارمند میشدی همینو داشتی، این هم درگیری نداشتی. ما کارمند کسب و کاریم. همون کارمند ساده اداره ثبت احوال داره همین پولو میگیره. تازه این هم نق و نقی که شماها تو کسب و کار دارید رو نداره. اصل چهارم، عادتهای مثبت رو باید تقویت بکنه. اصل پنجم که در سمت راست میبینیم، مدیریت زمان داره. زمان خودش رو کاملا هدایت میکنه. چرا مدیریت زمان؟ آقای هرشر در کتاب 6 جلدی کسب و کارش میگه بدانید، بخوانید و بنویسید انسان‌هایی که کسب و کار دارید یا انسان‌هایی که کسب و کار میخوای شروع بکنید، اگر در زمان شما 6 ماه الی 1 سال کسب و کارت همون 3 نفر آدمیه که قبلا داشتی، همون یه اتاقیه که قبلا اجاره کردی، همون بازار محدودیه که قبلا داشتی، باید جمعش کنی چون خودتو الاف کردی. کسب و کاری که بعد از 1 سال قد و قوارش همونطور کوتوله است و همونطور کوتوله باقی مونده، باقی میمونه. مدیریت زمان. کسب و کار، آقای هرشر در کتاب 6 جلدی کسب و کارش میگه ظرف 6 ماه الی 1 سال باید رشد کنه. چطور ممکنه شما یک کسب و کاری رو داری 5 سال 3 تا نیرو داری، یه جای اجاره‌ای داری با یه بازار محدود، 5 سال. شما اگه 5 سال قبل یه درخچه میکاشتی الان درخت شده بود. بعد تو این 5 سال رشد نکردی باید تعطیلش کنی. خودتو داری بازی میدی. اصل بعدیش، مهمترین اصل‌هایی که در اینجا نوشتم، صداقته. کسب و کارهای صادق کسب و کارهایی هستن که اول با خودشون صادقن، نه با مردم. نمیخواد با من صادق باشی، با مشتری صادق نباش، با خودت صادق باش. انسان موقعی که تو کسب و کار نمیدونه دنبال چی میگرده و چی میخواد، 24 ساعته داره به خودش لگد میزنه. یه روز استرس جا رو داره، یه روز استرس مواد اولیه رو داره، یه روز استرس نیروی انسانی رو داره، یه روز استرس بازار رو داره، یه روز استرس این رو داره که خدای نکرده فردا مالیات پدرش رو در نیاره، یه روز استرس دنبال وام میگرده. با خودت صادق باش. تویی که هر روز استرس داری، برای چی کسب کار رو انداختی؟ برای چی رو انداختی؟ هیچ انسان عاقلی قبول میکنی هر روز خودش رو شکنجه بده؟ تو داری هر روز خودت رو شکنجه میدی. خب این عقل حکم میکنه دیوانی. عقل حکم میکنه دیوانی. آدمی که هر روز داره خودش رو شکنجه میده به نظر شما عاقله؟ خب دیوانی. من اگه بیام الان یه نفر اینجا شکنجه بدم، همه شما میریزید سر من، میگه این کار درست نیست. پس چجور خودتو هر روز داری شکنجه میدی؟ چون صادق نیستی با خودت. نمیخوای کسب و کارت رشد پیدا کنه. به دروغ هم میگی میخوام، ولی نمیخوای، چون برای هیچ مشکلی دنبال راه حل نمیگردی. هر روز خودتو داری شکنجه میدی، هر روز به یه شکلی. و اصل آخر، اصل دهم، تعالی داشته باشی. انسانهایی که دنبال تعالی هستن، رشدی که آقای هرشر در کتابهای کسب و کارش گفته اینجا دارن. بریم سراغ بعدی. یه چیز رو خدمتتون بگم. ببینید الان در اقتصاد جهانی دارم بهتون میگم، قاعده اصلی رو بر مبنای این گذاشتن که کارآفرین ها باید دیوانگی بکنن. یعنی قاعده میگن کارآفرین کسی است که با افراد عادی جامعه فرق داره، یعنی یه دیوانگی که انفجار. اما این کلمه مد رو آورده دیوانگی رو. اما میگه کارآفرین موفق کسی است که در اون حیطه دیوانگی خودش نمونه، یعنی باید انفجار ایجاد بکنه، یک کار کارآفرینانه بکنه. یک نکته‌ای که وجود داره، کارآفرینا 87% تو آسیا هستن، زنای کارآفرین. سرسخت هستن، ولی یه مشکلی که داره 4 تا ایده در مورد کارآفرینان، یعنی زنای کارآفرین هستش که در اینجا رعایت نمیشه. زنای کارآفرین، یک که حالا انشالله بهش خواهیم رسید، بحث یادگیریه که این قاعده بر رشدشون بده. قاعده دوم، تسلط به اون حیطه کسب و کارشونه که بر رشدشون بده. قاعده سوم، ثروت آفرین بودنشونه که بر رشدشون بده. قاعده چهارم، راههای تعالیشونه. این 4 تا رو ما مشکل در مورد کل کارآفرینای زنه کارآفرین دنیا داریم، یعنی در حقیقت هستش، ولی
کلیت در کلیت میگن امروزه در دنیا کارآفرین ها کسانی هستن که کار عجیب میکنن، یعنی در حقیقت یک نوع روش دیوانگی محض در توسعه کسب و کار خودشون رو دارن، ولی میگن کسانی موفق هستن که در این روش نمونن، رشد پیدا کنن. همچنان که شما اینجا که بیان خوبی هم داشتی در مورد خانم هانفینگتون که شما نگاه کنی، اون کلمه ریسک پذیری به عنوان کارآفرینی هستش که با بیش از 50 میلیون دلار داره این رو به ما القا میکنه که میگه آقا خانم‌های کارآفرین، خودش میگه ریسک پذیر باید باشن. این ریسک پذیر بودن 10 تا خصوصیت داره که صدق بیان شما رو داره در مورد میگه 10 تا خصوصیت انسان‌های ریسک پذیر دارن. این 10 تا خصوصیت اولش دانستن دلیل و چراییه. چرا من اومدم کارآفرینی میکنم؟ اولین خصوصیت ریسک پذیرها دانستن دلیل و چراییه. دوم فرصت شناسیه. شما شاید باورتون نشه ولی زیباترین فرصت‌های کسب و کار را الان در ایران دارید. هر بار دولت از نظر اقتصادی دچار چالش میشه، فرصت‌های کسب و کار برای شما بسیار زیاده. فرصت شناسی، همچنان که این فرصت برای خیلی از شرکت‌های دیگه هست. سوم تمرین ریسک پذیری در مقیاس کوچکتره. الان اکثر کسایی که کارآفرین هستن کسب و کارهای کوچیک ریسک پذیرشون میکنه و این تمرین ریسک پذیری رو برای خودشون چیکار میکنن؟ القا میکنن. چهارمین خصوصیت تغییر شکل ترسه. 94% زنای کارآفرین در دنیا نسبت به کارآفرینی خودشون هوشیارن. 94%. مجله فورچون میگه 6% نسبت به آینده کسب و کارشون میترسن. الان بیشتر مدل‌های خانم هانفینگتون معتقده اگر ما ترس رو از بین زنها اون 6% ببریم، 100% زنهای کارآفرین موفق‌تر از مردهای کارآفرین خواهند بود. یعنی کارآفرین برای اونها موفق ترینه. دنبال کردن اهداف با قاطعیت. هدف یعنی عشق پویایی که بتونن دنبال کارشون برن. ارزیابی ریسک و درخواست کمک کردنه. کسانی موفقن که از مشاور و ایده های برتر استفاده کنن. هفتمی شناخت احساسات و واکنش هاست. الان میگن در مدیریت ریسک شما باید ببینی آقا جامعه چه احساس و واکنش‌هایی نسبت به خدمات، تولید یا کالای شما داره. قالب احساسات مردم شما رو طرف بازار میبره. هشتمیش فکر کردنه که بیشترین تفکر رو در قاعده کسب و کار زنهای کارآفرین دارن که تو کسب و کارشون موفقن. نهمی بررسی شکست هاست و دهمیش هم پذیرفتن تغییره. زمانی شما میتونی کارآفرین موفق باشی که تغییرات کسب و کار خودت و اوضاع احوال کسب و کارت رو بپذیری. خانم مورد چهارم، خصوصیت چهارم زنای کارآفرین شور و اشتیاقشونه. خانم سوزان ویچنسکی، کسی که توی انبار خونش گوگل به دنیا اومد و بعدها شد مدیر عامل یوتیوب، میگه زنهای کارآفرین 3 تا ویژگی دارن که این 3 خصوصیت اساس کارآفرینی اونها رو تشکیل میده. اولین خصوصیتشون یادگیرندن. میگه زنهای کارآفرین 48% بیشتر از مردا تمایل به یادگیری دارن. دوم شور اشتیاقشونه. یک آماری رو آنکتاد توسعه ملل متحد داده که آقایون شور اشتیاقشون تو کسب و کار حدوداً 15% کمتر از خانم‌هاست. یعنی خانم‌ها یک کاری رو تو کارآفرینی شروع میکنن یا تو هر کار دیگه غیر کارآفرینی، شور اشتیاقشون 15% بیشتر از آقایونی که بره جلو. و آخرین ایده پردازن. خانم‌ها ایدئال‌های مطلوب‌تری رو نسبت به کسب و کار خودشون دارن. سوزان ویچنسکی میگه انسان‌های موفق کسانی هستن که تو کسب و کار خودشون این 3 خصوصیت رو داشته باشن. خانم ایران درودی، یکی از دوستان گفت بیشتر خارجی، نه ایرانی هم هستن. ایشون نقاش. ایشون معتقد هست من در نقاشی خودم سبکایی رو به کار بردم که در اروپا و آمریکا به عنوان یک زن کارآفرین شناخته شدم. یعنی در واقع یک نوع میشه گفت کارآفرینی که در سبک خودم یک هنر متغیر رو ایجاد کردم. میگه اساس کارآفرینی برای زن ایرانی برنامه ریزیه.
برنامه ریزی رو ایشون اینگونه تعریف کرده، میگه برنامه ریزی اول خودش رو نشون نمیده، مثل موم نقاشی میمونه. زمانی خودش رو برنامه ریزی نشون میده که شما این موم نقاشی رو بتونی به تابلو چیکار کنی؟ بکشی. برنامه ریزی میگه اولش خودش رو نشون نمیده، آخرش که به تابلو کشیده میشه و خوش نقش میشه شما نگاه میکنی برنامه‌های شما چقدر متعالی بوده. یعنی در واقع خانم ایران درودی معتقده که مطالعه کارآفرینی برای زنان ایرانی مثل بوم نقاشیه و این آخره. یعنی تعریف برنامه ریزی رو میگه آخر نشون میده که چقدر ما تو کسب کارمون موفق بودیم. یا یک فرد دیگه که دانش رو داره میگه، خانم سمیه جعفری، بزرگترین سرآشپز ایرانه. ایشون یک کارآفرینی است که لااقل در لول کارآفرین‌های ایرانی جزء یکی از زنای هنرمند در صنعت غذا نامیده میشه. خانم سمیه، ایشون در مورد دانش داره میگه. خصوصیت پنجم زنای کارآفرین یا ششمشون دانشه. دانش چیست؟ میگن دانش 5 تا خصوصیت داره. یک فرد کارآفرین در هر رسته‌ای باید با این 5 تا خصوصیت نادلج یا دانش بتونه خودش رو انطباق بده. 1. دانش بر مبنای آگاهیه، بدون جامعه خودش و سازمان خودش چی داره انجام میده. 2. دانش بر اساس تطابقه. تطابق مهمترین اصل دانش هستش. الان شما نگاه بکنید، یه شرکتی که خودش هم بزرگترین شرکت هستش، یعنی شرکت لوازم آرایشی بهداشتی هستش. این شرکت لوازم آرایشی بهداشتی که در دنیا نمایندگی‌های بسیار بسیار زیادی داره، بسیار زیاد داره، به عنوان لومری نامیده میشه. خیلی ها هم از اونها به عنوان دیگه کریستیان دیور که لومری رو خریده. کریستیان دیور اومد یه دانش انطباق رو پیاده کرد. در طول دوره کرونا اولین محصول الکل خودش رو با عطر درست کرد و تو جعبه ها به افرادی که میخواستن در ست های مختلف دست خودشون ضد عفونی کنن بفروشه. 38 میلیون یورو در طول دوره کرونا به ثروت خودش اضافه کرد. چی رو داره به ما میگه؟ گاهی اوقات محدودیت هایی تو کسب و کار ما وجود داره که اگر ما بر اساس دانش انطباق بیایم اون اصل کارآفرین موفق رو باهاش منطبق بکنیم، نگاه میکنیم اون محدودیت ها میتونه برای ما تولید ثروت بکنه. این دانش سومی که وجود داره بهش میگن دانش برتری. دانش برتری یکی از مهمترین دانش‌هایی است که الان بسیاری از زنهای موفق جهان از اون برخوردارن. یه نمونهش رو خدمتتون میخوام عرض کنم که تو دانش برتری چجوری میشه ازش استفاده کرد و چگونه ازش عنوان کرد. میدونید بزرگترین کشور جهان که نخ تولید میکنه و معدن نخ دنیاست مصره، ولی هیچ وقت کشوری نیستش که پارچه تولید کنه. بزرگترین کشور تولید کننده پارچه در دنیا بنگلادش و ویتنامه. حالا چی خواستم بگم؟ ویتنامو تو ذهنتون داشته باشین، چون بیشترین زن کارآفرین دنیا مال ویتنامه. زنهای کارآفرین ویتنامی پارچه های ارزان رو میگیرن، پیرن درست میکنن، با برندهای بین المللی میفروشن. ویتنام در سال گذشته از تولید برنج و چای 12 میلیارد دلار، از تولید پیرن، پارچه و لباسهایی که زنای کارآفرینی در هانوی و هوشیمینه درست کردن 37 میلیارد دلار درآمد داشت. تو پرانتز درآمد صادرات نفتی ما 21 میلیارد دلاره. این نشون میده زنهای کارآفرین از دانش برتر استفاده میکنن، میبینن چه چیزی رو به چه عامل برتری میتونن تبدیلش کنن. دانش چهارمی که وجود داره مدیریت دانشه. ما چجوری دانش خودمون رو بتونیم به دیگران انتقال بدیم؟ الان مشکلی که شما دارید اینه که مدیریت دانش ما در کسب و کار ایرانی مشکل داره. شما کارآفرین هستید ولی منشی شما، حسابدار شما، کسی که با شما کار میکنه کارآفرین نیست. لذا قالب شما، بیشترین مشکل شما این هست که کارآفرین مدیریت دانش کارآفرینی رو داری، اما از صبح که میری سر کار به قول دوستمون تلاشگر هستی،
دنبال مواد اولیه میری، دنبال وام میری، دنبال مشتری میری، دنبال تبلیغات میری، دنبال مشکلات عدیده اجاره خونه میری، دنبال عدیده مشتریان میری، وصول مطالبات میری. شب که میای خونه خسته و کوفته‌ای. 10 تا پرسنل داری، در روز جای 10 نفر کار میکنی ولی در ماه به 10 نفر حقوق میدی. پس نشون میده اون مدیریت دانشی که بتونی به اونها انتقال بدی اینجا ضعف داره. یعنی پرسنل شما هم نوا و همراستا با سیاست‌های شما نیستن. شما جای 10 نفر در روز داری میدویی ولی در پایان ما به 10 نفر حقوق میدی و لیست بیمه 10 نفری هم رد میکنی. این تلاش شما خوب هست اما در یه جا میبری، یعنی خست میکنه. در یک جا نگاه میکنی واقعا مشکلات عدید و فشارها هست. این مدیریت دانش تو اصل 4. اصل 5 در دانش باید پرکتیکال عملیاتی باشه. زمانی شما تو کسب کارتون میتونی موفق باشی که از دانش عملیاتی استفاده بکنی. چی رو داره میگه دانش عملیاتی استفاده میکنی؟ استادمون فرمودن مایکل پورتر که خودشون استراتژیست هستن، بعد از اون میستربرگ رو داریم، آنسوف رو داریم و دیگران هستن. اینا یه چیز رو دارن میگن تو استراتژی، میگن دانش شما زمانی موفقه که جامعه بدون شما نتونه زیست کنه، بدون شما زیست نتونه بکنه، یعنی بدون شما هیچ ماهیتی نداشته باشه. استیو جابز موقعی که مرد آقای تیم کوک رو آوردن کردن مدیر عامل اپل. تیم کوک در دانشگاه استنفورد یه سخنرانی داشت. این سخنرانی این بود: اگر امروز اپل نباشه شما چی کار میکنید؟ در دانشگاه استنفورد از بین 450 تا نظری که دانشجویان دادن غالب 432 تا گفتن ما مشکل پیدا میکنیم، بدون اپل زندگی غیر ممکنه. زمانی شما در کسب و کارت موفقی که مشتریان بدون وجود شما نتونن زندگی بکنن، زندگی براشون خلل ایجاد بکنه. این دانش کاربردیه، نه اینکه اگر شما تو کسب و کارت نبودی بگن رقیبش یا کسی دیگر هست. این اساس این دانشه. اصل 7 مهارت‌های اجتماعیه. خانم ایندرا نویی که خودتون میبینین مدیر عامل پپسیکولا هستش. ایشون متولد آمریکاست و اندیول اصله. کتابی که سمت راست میبینین نوشته A Skill for Career Success، خانم الن لیچ نوشته. این کتاب اومده یه مدل رو معرفی میکنه، میگه یک فرد کارآفرین باید 3 تا مهارت داشته باشه. به این میگن مهارت کاتز، که در وسط شما مدل کاتز رو میبینی، در وسط تو نمودار. 3 تا مهارت رو میگن یه فرد کارآفرین باید داشته باشه. اول، مثل یک انسان با انسانها رفتار کنه، مهارت انسانی. در کل کشورهای پیشرفته صندوق بین‌المللی توسعه انسانی سازمان ملل متحد میگه یه چیز گم شده و اون ارتباطات انسانیه. میدونی ما ضعیف‌ترین نوع ارتباطات انسانی رو با همدیگه داریم و اون اینه که خیزیات همدیگه رو قبول نداریم، با حرف همدیگه احترام نمیذاریم، قاعده مشتری رو نمیپذیریم. میگه مهمترین ارتباط مهارت انسانیه. شبکه 4 صدا و سیما اسفند 95 یه فیلمی رو پخش کرد. این فیلم از یه جهت خوب، از یه جهت بد. در تهران 170,000 تاکسی داریم، میشه 170,000 راننده تاکسی. از بین این 170,000 تاکسی و راننده تاکسی یکیش مهارت انسانی داره. از یه جهت خوبه، از یه جهت بده که ما نتونستیم بین 170,000 تاکسی در تهران این مهارت انسانی رو تقویت کنیم. همین که مسافر سوار میشه میگه بفرمایید قربان، چای، نسکافه، کاپوچینو، هر چی که بخوای رو داشبورد گذاشتم، آب جوش هم هست، کولر میخوایم براتون بگیرم، نمیخوای روشن نکنم، رادیو پیام، رادیو جوان، رادیو آوا، هر چی بخوای، آب خنک هم پشت هست. بسیار مرتب با افراد استفاده. میگه موقعی که مسافر پیاده میشه میگن کرایه هر چی دوست دارین بپردازین. همین که وارد تاکسی من شده یه دنیا ارزش داره. میگه کارت ویزیتش رو به من میده. میگفت من در روز بیش از 30 تا شرکت به من زنگ میزنن که فقط خودت باید بیاین برای ما مسافرا و میهمانا و دیگر اعضای شرکت ما رو جابجا کنی. میگفت تا 2 صبح من دارم کار میکنم، به اندازه بانک ملی به من پول میدن ولی هیچ کسی رو غیر من قبول نمیکنن. مهارت انسانی.
حتی طوری شده که من میگم پسرم یا برادرم بیان قبول نمیکنم. در مدل کاتس میگه دوم مهارت فنیه. مهارت فنی اگر شما در کسب و کارتون شاگرد اول باشید، کسی نمیتونه اصلا رقیب شما باشه. میدونی الان در دنیا سونی داره پول میده، کوکاکولا آقای کراکر مدیر عاملش داره پول میده، میگه رقبای من رو هزینه میکنن بیان جلو. کسی نیست. رقیب کوکاکولا نداریم، با اینکه 45% صنعت مواد غذایی دنیا رو داره. نداریم. الان هم شما میرید رقیب سونی رو ما نداریم، با اینکه تلویزیون سامسونگ هست 70 میلیون تومان، LG هست 80 میلیون تومان، سونی 120 میلیون تومانه، ولی باز میخرن. میگه بابا رقیب من بشی. نداری. چرا؟ چون مهارت فنی داره. مهارت فنی در یک کلام شاگرد اول باش. در کسب و کارت موقع که شاگرد اول باشی اصلا رقیب نداری. رقیب مال دهه 70 که شما یه نونوایی داشتی، بغلی هم نونوایی داشت، بغلی هم نونوایی داشت، همه نون میپختن. حالا کی نونش خوشمزه تره اون میشه رقابت. الان تو دنیای امروزی رقیب نیست برای کسانی که واقعا مهارت‌های فنی دارن. آخریش مهارت مفهومیه. سوم مهارت یعنی بدانی چی میخوای و در کجا و چگونه میتونی این کار رو چیکارش بکنی، رسما و علنا تمومش کنی. مهارت مفهومی ارتباط با کسب و کارته. مورد هشتم، نگرش باز. 87% زنای کارآفرین دنیا در آسیا مستقر هستن. این خانومی که نگاه میکنی خانم ساندبرگ، 1 میلیارد دلار ثروتشه. ایشون نویسنده است، اومده تحقیق کرده، دیده در آسیا کشور ویتنام، اندونزی، تایلند بیشترین زنای کارآفرین رو داره. همین ویتنامی که الان خدمتتون عرض کردم، بیشترین زنای کارآفرین مال ویتنام و اندونزی و تایلندن. بیشترین زنای تلاشگر، بیشترین زنایی که حس ارتباط با کار دارن، قریب به 87%شون در دنیا در آسیا مستقرن. دلیلش چیه؟ چون آسیا محلی است که زنها با سختی ها روی آوردن و برای همینم که کارآفرین پخته و تلاشگر میشن. مورد نهم یکدلیه. خانم لانگچیک یه شرکتی داره به نام لوکس شیر که تولید کننده لوازم الکترونیکیه. میگه آقا اصول همدلی در یک کار به چند تا اصل رجوع داره. یک، افرادت هم مثل خودت تو کار سهیم بدون. بهش میگن کار گروهی. کار گروهی یعنی مقبول بودن. دوست داشته باش. افرادو تو کار سهیم بدون. این فرد نمیدونم فردا مشتری من رو میبره، فردا میخواد از کار من بدزده، نیروی خوب گیرم نمیاد چون اکثرا میرن جای دیگه کار میکنن. این تفکر رو داشته باشی هیچ وقت نمیتونی همدلی تو کسب و کارت ایجاد بکنی. یعنی نیروی کارت یه طرفه، خود یه طرفه، با اینکه در کسب و کارت یک نوع موفقیت و مشارکت داری. مشارکت داشته باشید. میگن در همدلی باید مشارکت داشته باشیم. مشارکت یعنی چی؟ میگن مشارکت 3 تا عنصر داره. اگر فرد شما برای شما داره دل میسوزونه کار میکنه، شما باید برای مسائل فردی اون فرد دل بسوزونی کار کنید. این اصل اوله. مشارکت 2 طرفه است. اگر اومد گفت من مشکل مالی دارم، کمکش کنید. شما هم مشکل کاری داره، کمک کنید. دوم، مشارکت اصل دومش اینه که در کار همیشه باید مربی باشی. از کارت هیچ وقت نگو طرفی که متخصصه بیاد برای من کار کنه. کسی که کار بلده برای شما کار نمیکنه. باید در کارت مربی بشی، کار یادش بدی. خیلی‌ها میگن ما کار یادش میدیم میذاریم میره. اون مشکل حفظ و نگه داشته منابع انسانی ماست. ما کار رو یادش میدیم میذاره میره. دلیل اینه که ما بلد نیستیم نیروی انسانی رو خوب نگهش داریم. مشکل حفظه. ولی موقعی که مربی باشی همیشه متصل به شماست. اصل سوم در مشارکت. میگن در مشارکت اگر نقصی در کار هست با طرف مقابلت باید اون نقص رو رفعش بکنی. و یکی از چیزهایی که وجود داره قانون طلایی، احترام و ادب. 85% یک کسب و کار مجله فورچون میگه احترام و ادبه. در کسب و کار اگر احترام و ادب باشه رسما به عنوان یک کسب و کار ممتاز شناخته میشه. باید این احترام و ادب بر اون کسب و کار در نظر گرفته باشه. اصل آخر، خانم وینفری که خودش یک میلیاردر بزرگه میگه مهمترین چیزی که به عنوان اصل دهم هست مشتریه.
یک انسان خوب که در کسب و کارش میخواد عمل بکنه باید مشتری مدار باشه. میگن اصول مشتری مداری رو خانم وینفری در کتاب خودش به 3 اصل در ارتباط در نظر میگیره. اصل اولش که این 3 اصل رو سمت راست نوشتم، میگه شما باید در دسترس باشی. هر موقع مشتری اراده میکنه شما باید کنارش باشید. هر موقع، در هر زمانی که زنگ میزنه باید شما کنارش باشی. اصل اول. اصل دوم که به عنوان اصل سریع باش. الان در دنیا میگن سرعت خدمات رسیده به 6 دقیقه. یعنی شما موقعی که به آمازون یا مکدونالد زنگ میزنی غذا میخوای 6 دقیقه براتون میاد. الان مشکل ما در کسب و کارهای ایرانی همین سرعت عمله. مثلا شما گاهی موقع تو کسب و کارتون دیدید چیزی رو به مشتری وعده میدی 3 روز دیگه، 3 روز دیگه میاد مشتری میگی متاسفانه کار زیاد بوده، 3 روز دیگه برات انجام میدم. میگن امروز تو کسب و کار زمانی مشتری پا به قرص شما است که اگه بهش گفتی 3 روز دیگه باید 1 روزه کسب و کارشو بهش پس بدی و بگی کار تموم شده. سرعت عمل الان در دنیا 70% رونق کسب و کارها رو داره. و اصل آخر، میگن همیشه کسب و کارهای موفق کیفیت رو بر کمیت ترجیح میدن. کیفیت یعنی چی و کمیت یعنی چی؟ کیفیت یعنی شما کی هستی، کمیت یعنی چی میفروشی. کیفیت شخصیت شما رو نشون میده. برای همین هست که موقعی که شما جایی میری جنس بد بهت میده، محصول بد بهت میده، دیگه اونجا نمیری. میگی چرا؟ میگه چون آدمای درستی نیستن، بنجل فروشن. اون آدم رو، شخصیتش رو با چی مقایسه میکنی؟ با بنجل فروشی. دیگه نمیگی جنسش بده، میگی بنجل فروشن. همیشه بدونی کیفیت شخصیت ما رو نشون میده. یه بار جایی میریم جنس بد میدن میگی نمیریم، بنجل میفروشن، آشغال فروشن. یعنی شخصیت اون طرف رو با کیفیتش نشون میده. کمیت تعداد رو نشون میده. امروزه تو کسب و کارها در کتاب خانم وینفری میگه زمانی شما موفقید که کیفیت محصول، یعنی اون شخصیت محصولتون رو بتونه براتون بروز بده. این قواعدی هستش که در واقع جز 10 خصوصیت زنان موفق هستش که اگر هم خواستید این 10 خصوصیت میتونه ملاک عمل شما باشه. یک نکته ای رو من به شما بگم. یک چیزی رو ما داریم به نام سوشال مدیا، شبکه‌های مجازی. 37 شبکه مجازی داریم که شما باید توش فعالیت داشته باشید. البته بیشتر برای معرفی کسب و کاره، اینترودیوس. 37 شبکه داریم. یکی از شبکه‌های مجازی رو اصطلاحاً بهش میگن موبایل سوشال مدیا، شبکه‌های موبایلیه، مثل واتساپ، مثل اینستاگرام، مثل تلگرام، مثل اسکایپ. یه دسته شبکه‌های مجازی استابیلیتی سوشال مدیا ثابته، مثل وبسایت. میدونی وبسایت شناسنامه کسب و کارتونه. کسانی که وبسایت ندارن یعنی شناسنامه هنوز براشون صادر نشده. نوع سوم از این 37 3 تاش رو خدمتتون بگم. نوع سوم از سوشال مدیا هستن، بهشون میگن کارت ویزیت شما. کارت ویزیت شما دیگه نباید هیچ وقت بگین من ندارم. افرادی مثل لینکدین، مثل توییتر، مثل سازوکارهای اسکایپ روم، تا حدی مثل کلاب هاوس، اینا کارت ویزیتن. اینا رو به عنوان کسب و کار نبینید. مثلا یه جا میرم میگم شما چی کاره هستی؟ میگه لینکدین میگه چی کاره هستم. در کلاب هاوس میام صحبت میکنم چی کاره هستم. ما 37 مدل شبکه مجازی داریم. 3 تاش رو من خدمتتون عرض کردم که این 3 تا الان تو دنیای کنونی معرفن. از 8 میلیارد آدم دنیا حدود 6.5 میلیارد نفرشون در شبکه‌های مجازی دارن کار میکنن. در سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران اینستاگرام 80,000 میلیارد تومان تورنمنت مالی گردش مالیش بوده. یعنی از طریق فروش کالا، تبلیغ کالا، معرفی کالا، عرضه کالا فقط در اینستاگرام، نه جای دیگه. یعنی اینقدر قوی بوده. 34 میلیون ایرانی در اینستاگرام دارن فعالیت میکنن، یا خرید و فروشه، یا مطلب میذارن، یا به نوعی بازارشون رو معرفی میکنن. این رو خواستم بگم که تبلیغ در شبکه‌های مجازی امروز در دنیا یه رکن اساسی و 37 تا شبکه مجازی.